بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند فرموده است تمام عمل فرزند آدم برای اوست مگر روزه، زیرا روزه برای من است و من پاداش آن را به او می دهم. روزه مانند سپر است، پس اگر نفر از شما روزه دار باشد سخنان ناشایسته نگوید و جنجال نکند. اگر کسی او را دشنام دهد یا به او زور آوری کند پس بگوید من شخصی روزه دار هستم. قسم به ذات که جان محمد به ید اوست، بوی دهان روزه دار نزد خداوند خوشبویتر از بوی مشک است. برای روزه داران دو خرسندی است که با آنها خوشنود می گردد. وقتی افطار می نماید برای افطار خرسند می شود و وقتی روز قیامت پروردگارش را دوچار می شود خوشنود می گردد. تمام عمل انسان به فایده اوست و ثوابش را از خداوند نائل می شود. اما در این حدیث خداوند روزه را برای آن به خود نسبت داده است که انسان هنگام روزه گرفتن ریا و خودنمایی کرده نمی تواند، زیرا روزه داشتن سر بین بنده و خداوند است. به این خاطر خداوند گفته است روزه برای من است، یعنی هیچ کس در آن ریا کرده نمی تواند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص روزه دار را از سخنان فحش گفتن و انجام عملهای بد نهی می کند. روزه سبب دوری مسلمان از دوزخ می شود. روزه دار باید کوشش نماید تا با کسی جنگ و جدال نکند و اگر کسی او را دشنام یا سخنی ناسزا گوید باید در جواب گوید من روزه دارم. بوی دهان روزه دار در نزد خداوند از بوی مشک خوشبویتر است، یعنی ثوابی بسیار دارد و خداوند خوشنود می گردد. روزه دار دو خرسندی بزرگ دارد. یکم وقتی که روزی کامل روزه می گیرد و هنگام افطار نمودن خرسند می شود. دوم وقتی که در جنت با پروردگارش ملاقات می کند و اجر و ثواب روزه اش را می گیرد و خیلی هم خرسند می گردد. وبقربه عم الأمان ونفوس